جوان 20 ساله ساکن جماعت دیهات رودکی نویه ووسه پرونده جنایتی با ماده 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شد. نامبرده هفتم نوامبر سال 2021 تخمینا ساعت 17:00 به حوالی استقامتی زن 43 ساله ساکن جماعت دیهات خستیورز نویه با بوجان غفورов در آمده یک عدد تلفن موبیلی تمغه سامسونگ جی 2 را با روی آشکارا تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانیده شده 970 سومون را تشکیل می‌دهد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه یووان با عریضه پیرمرد 72 ساله ساکن جماعت دیهات آبشاران نویه مذکور مراجعت نموده است که روز 25 اکتبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 10,000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 35 و زن 30 ساله ساکن جماعت دیهات آبشاران با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند.